ببخشید، میشه ازتون بپرسم یه خانم جوون 3:30 شب تو این هوای سرد کنار خیابون چیکار بود؟ منم میتونم ازتون سوال کنم یا آقای جوون 3:30 شب برای چی تو خیابونو پرسه میزنه؟ خدمت شما عرضم که این آقا اومده یکی از دوستاش از آسایشگاه ببره خونش. خب این خانم جوونم اومده کنار خیابون که شوهرش رو ببینه. تو دست بر نمیداری از این کارا؟ چرا دست بردارم؟ مگه دیوونم؟ آره به خدا دیوونه ای. اگه این دیوونگیه خدا ایشالله همه رو دیوونه کنه تا مثل من کیف کنم. کدوم کیف پروانه؟ بابا برو شوهر کن. شوهر؟ مگه ندارم؟ این ماهی خودتو تو آینه دیدی؟ داره رنگ آبت بر میگرده. پس فردا دیگه شوهر گیرت نمیاد. یه شوهر گیرم اومده بر هر دو دنیام بسه. چرا نمیخوای قبول کنی پروانه؟ تو فعلا تو این دنیایی باید ازدواج کنی، بچه دار بشی، بچه ها تو عروس کنی، نوه دار بشی، مثل همه کیف کنی از این چیزا. من همه این کیفا رو با دیدن تو میبرم. اونم چه کیفی. حتی به قیمت اینکه در و همسایه و برادر خواهرات به چشمه دیوونه بهت نگاه کنن. نگاه دیگران برام مهم نیست، فقط نگاه منتظر تو برام مهمه که تو دروازه اون دنیا چشم انتظارم بایستادی. خدا نکشتت مرتضی. چه نگاهی داری تو؟ لا اله الا الله. بچه ها منتظرم. اجازه مرخصی میدی؟ دوست دارم قد همه آسمونم. با بیشتر.